تا حالا شده فرزندتون یه چیزی بگه بعد متوجه بشید که واقعیت نداشته؟ واقعا چرا؟ چرا بچه‌ها بعضی اوقات دروغ میگن؟ اولین دلیلش ترس از تنبیهه. شما میتونید به جای تنبیه بیاید در مورد احساساتش صحبت کنید. دومین دلیل جلب توجهه. شما میتونید رفتار صادقانه خودتون رو بهش نشون بدید، چون بچه‌ها از ما یاد میگیرن. سومین دلیل اینه که ذهن خلاق کودکتون درگیر بازی‌های تخیلی باشه که بخواد این تخیلات رو توی زندگی واقعی خودش به نمایش بذاره. حالا راهکار: به جای تنبیه علت دروغ گفتن رو پیدا کن. از کودکت بخواه که حقیقت رو بگه و اون رو تحسین کن. اگه احساس ترس یا نگرانی هست، به کودکت این اطمینان رو بده که دروغ گفتن هیچ وقت جواب نمیده. با صبر و همدلی میتونیم کودکمون رو توی مسیر درست هدایت کنیم.